Protest. You're in it. Yeah. Lovely. Just give us a bit of space for us, please. Thank She's you. going to talk to you. No problem. Okay. آقا درود به همتون. این چند ثانیه فیلمی که دارید میبینید قسمتی از یک فیلم چند دقیقه‌ایه که من این قسمت کوتاهش رو براتون انتخاب کردم. رفتار پلیس لندن بعد از اعتراضات مردم جلوی امبسی ایران توی لندن و مجروحی که رفته منتقل شده به بیمارستان و پلیس رفته سراغش و بازجویی داره ازش میکنه و میگیره میبرتش. رفتاری که تجلی و یادآور رفتار پلیس و سرکوبگرای ایرانه، حکومت جمهوری اسلامیه. حکومتی که رفته توی کلاس انگلیس نشسته درس خونده و درس پس داده. کشورهایی مثل فرانسه و انگلیس و آمریکا و که جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا بود در سالی که شاه ایران رو با چشمان گریون به واسطه اینکه نخواد مردمش کشته بشن از ایران بردن و بیرون کردن. شاهی که نمیخواست مثل حکومت جمهوری اسلامی اینجوری مردم رو پرپر کنه. حالا حکایت چیه؟ حرفم چیه؟ آقای ترامپ، شما اگرم کاری داری میکنی وظیفته به واسطه شورش 57 و رئیس جمهور آمریکا که به پروپاگاندایی که امامی رو آوردن داخل ایران، سگ هاری که پاچه مردم ایران رو گرفت، بلا نسبت سگ که سگ هارم که هار میشه توی خیابون، اگر پاچه کسی رو گرفت دیگه وقت خوابوندنش و کشتنش. سگ هاری که توی ایران داره پاچه مردم رو میگیره، روش رو برگردونده خاور میانه رو و رو به خودتون شده، به همه جا رو داره به هم میریزه و پاچه خودتون رو میخواد بگیره. منتی نباید بذاری سر مردم ایران اگر هم کاری داره میکنی. وظیفتونه و بدهیتونه به مردم ایران که اول از همه این بنفیتش برای خود اروپایی ها و خود کشور خودتونه و مردم خودتونه که شما بخوای موافقت کنی با خواسته مردم ایران که شاهشونو میخوان، کسی رو میخوان که صداش میکنن که بگید من مشکلی ندارم. به شما ربطی نداره که مردم ایران شاهشونو کیو صدا کنن و چه کسی رو بخوان. این یک و گزینه بهتر از شاهزاده رضا پهلوی ندارید، هم به خاطر دید باز و نگرشش در مورد مسائل کشورهای خاورمیانه و منطقه و 1000 تا پوینتی که شاهزاده رضا پهلوی داره.